این یه دسته PS4 ولی اصل نیست، فیکه. با طرح گاداور و کاستوم شده است. بریم بررسیش کنیم ببینیم داستان از چه قراره. Let's go. سلام برای بچه دوست داشتنی، من فرانتیارم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی ویدیو امروز قراره با هم دیگه این دسته گاداور رو بررسی کنیم، ببینیم که ارزش خرید داره یا نه، قیمتش مناسبه یا نه، به عنوان دسته 2 یا دسته 1 به درد میخوره یا نه. با من همراه باشین تا آخر ویدیو. بذارید اینجا شروع کنم. همونطور هم که میدونین دسته پلی‌استیشن 4 است دیگه پیدا نمیشه، تقریبا دیگه اصلا نیست. ولی خب با این حال یه سری جا هستن که هنوزم میفروشن، مثلا سایت ها، مغازه‌دارا. اگه از سایت بخوایم بخرین نمیشه زیاد بهش اعتماد کرد، چون ممکنه پیچاشو باز کرده باشن، یه سری از چیزاش قطعاتشو برداشته باشن و فقط الکی قیمتش گرونه، یعنی 6 تومن میخوام به شما بندازن، میخوام بکنن تو پاچتون. حالا با این کار نداریم. اگه برین مغازه‌دار به احتمال زیاد میگه ندارم، کمیاب، گرونه، یا اگه هم داشته باشه بهتون میده و اونم نهایت دیگه مشیه، دیگه رنگ دیگه شما نمیتونین انتخاب کنین. اون موقع بود ولی الان دیگه نیست. بخاطر همون باید بریم دنبال دسته های کپی. الان نه هر کپی ها، مثلا کپی از 300 تومن داریم تا 1 تومن و 2 تومن. ما با اینا کار نداریم. باید دنبال یه دسته ای باشیم که قیمتش خوب باشه. خب طبیعیه باید قیمتش خوب باشه، جنسش خوب باشه، خراب نشه. البته اگه با سلیقه باشه هیچ خراب نمیشه و با کیفیت باشه. وقتی داری باش بازی میکنی احساس بدی نداشته باشی، یه احساس خوب داشته باشی، از بازی یه چیزی بفهمی. خب طبیعتا کپی ها هیچ وقت این کارا رو نمیتونن انجام بدن، ولی خب تنها کپی که من میشناسم ازش این کارا برمیاد برند پلی ایکس، همین سازنده این برند خوبیه، معتبره، چیزای خوبی هم میزنه، فقط قیمتش خود بالایی که خب اونم خب چون کیفیتش بالاه، ولی هیچ وقت چاپاشون دقیق نبوده، حداقل میتونم اینو بهتون بگم. حالا با طرح گاداواره ولی نه گاداوار خالی ها، همراه پسرش، یعنی یه طوری طرح 2 نفرشونه که یکم خاص میکنه دسته رو. هر جایی هم نمیتونین پیدا کنین، یا توی سایت ها باید پیدا کنین یا بریم فروشنده که من واقعا از مغازه‌دارا نتونستم پیدا کنم، تاش مجبور شدم از یکی از سایت‌ها بخرم که اونجا رنگ سفیدش انتخاب کرده بودم، ولی خب واسم مشکی آوردن. حالا اینا زیاد مهم نیست که کلا برداری همه جا هست، ما با این کار نداریم. می‌خوایم ببینیم که ارزش خرید داره یا نه. این دسته نسبت به قیمتش میارزه. حالا قیمتش چقدره؟ 1,800 2 تومن. پایین‌تر هم هست، بالاتر هم هست، بستگی به نوع خرید شما داره. مثلا من اینو با بسته‌بندی خریدم، با کارتون. یه مدل دیگه هست با کیف، تجهیزات خیلی زیادی هم مثلا توش داره، مثلا کاور، نمیدونم آن روکش آنالوگ، یا عالمه چیزای دیگه. اون قیمتش هم مثلا 2 تومن به بالا. می‌خوایم ببینیم که اصلاً میشه باش بازی کرد. آره میشه باش بازی کرد، ولی به عنوان دسته 1 نه، حداقل به عنوان دسته 2 آره، چون که اونقدر کیفیت نداره که بخوای به عنوان دسته 1 استفاده کنی. ولی بازم میگم از تمام برندهای کپی بهتره، حداقل زمان بیشتری رو میتونی باش کار بکنی. باتریش هم 1000 و مثل بقیه کپی ها شارژ نگه میداره، زیاد تو زمینه باتری روش حساب نکنیم بگیم الان باتریش خیلی میمونه. بیشتر چون میگم دسته کاستوم شده است، بیشتر روی زیبایی کار شده با کیفیت. باتری زیاد اهمیت خاصی نداره. چاپشون خیلی با کیفیته، یعنی وقتی دست میزنی قشنگ احساس میکنی، ولی یه بدی داره، اینکه دقیق نیست. یعنی چیزایی که روی بسته بندیش هست اصلا اون شکلی نیست. مثلا اگه بخوام بهتون بگم اینی که حالا بسته بندیش الان داره تو تصویر میاد، وسط دایره یا حالت دایره قرمزه باید قشنگ دور دکمه پلی استیشن باشه که مثلا مثلث دایره هم نیست تو این دسته، یا مثلا این دکمه نباید فلش داشته باشه، ولی خب میبینیم که این داره، تو بسته‌بندیش اصلا این شکلی نیست. یه دکمه ضربدر مثلث دایره، میبینیم که یک شکل خیلی خاصیه، خیلی کاستوم شده، ولی این خیلی ساده است، چیز خاصی هم نداره اصلا. پشتش یه دونه چراغ داره که مثل همه دسته پلی استیشن ها، ولی خب چراغش چطور بهتون بگم، خب اونقدر که باید پررنگ نیست، رنگ واقعی هم بهتون نشون نمیده. مثلا داخل دسته پلی استیشن اصل وقتی روشن میکنیم باید یه چیزی دوربر آبی با سفید بده، ولی خب این سفید میده، بعدش آبی میده، بعدش اصلا یه رنگ دیگه میده. میذاری تو شارژ مثل همه دسته های کپی چراغش خاموش روشن میشه، ولی این دفعه نارنجی نیست، زرد با سبز، یعنی یه طوری زرد و سبز با هم دیگه ادغام شدن و رنگ اینو تشکیل میدن
که باز میگم خب کپیه، زیاد انتظار خاصی نمیشه ازش داشته باشیم. دکمه‌هاش هم خوبه، نرم، روونه. تنها مشکلی که من میتونم بگم اینم از این گوگلیاشه که یکم سفته که به مرور زمان شد میشه. دکمه‌هاش کیفیت خوبی دارن، مخصوصا آردو L2 خیلی نرمن. یه دونه تاچ داره که روش نوشته گاداور، ولی همونطورم که توی تصویر داریم میبینین گاداورش قرمزه، ولی خب این سیاه‌سفیده. البته خب انتظار خاصی هم نمیشه ازش داشت دیگه، همینه دیگه. یه دقیقه همینجا صبر کن. اگه از این ویدیو خوشت اومده حتما دکمه سابسکرایب یا فالو شدن رو بزن، زنگوله نوتیفیکیشن رو بذار رو آل تا هر موقع ویدیو جدید میذارم یوتیوب بهت خبر بده و بیای نگاه کنی. در ضمن اون لایک هم بزن که به من انرژی بدی تا دفعه بعدی که میخوام ویدیو بگیرم پرقدرت‌تر بیام. بریم ادامه ویدیو. خب رسیدیم به جنبندی که ببینیم ارزش خرید داره یا نه. قیمتش حدوداً 2 میلیونه. شاید واسه بعضی زیاد باشه، شاید واسه بعضی هم کم باشه، ولی از نظر من نه خیلی زیاده نه خیلی کم. ارزش خرید داره، آره داره، ولی خب یه سری نکات هست که باید بهش توجه بکنیم. مثلا اگه چاپ دقیق واسهتون مهمه پیشنهاد میکنم اصلا نرین دنبال دسته‌های کاستوم شده، ولی اگه کیفیت واسهتون مهمه حتما برین دنبالشون. واقعا دسته خوبیه، مخصوصا برای طرفدارای گاداور واقعا مناسبه. خب میرسیم به نکات منفی. حالا این دسته خوشگل چه نکات منفی داره؟ اصلا نکات منفی داره؟ آره خیلی هم زیاد داره. مثلا اولیش اینه که چاپش دقیق نیست. واقعا دارم میگم چیزایی که خب حالا توی بحث بندیش هست اصلا اون شکلی نیست. مثلا گفته بود رنگ سفید رنگ مشکیشه، یا مثلا دکمه‌های ضرب مثلث باید یه طوری حالت رومی داشته باشن، ولی خب اصلا ساده است، از ساده هم ساده تر. یا مثلا تاچش باید قرمز باشه که خب این قرمز نیست. چاپش باید دقیق باشه که نیست. نکته منفی بعدی اینه که اسپیکر واقعا ضعیفی داره. یعنی وسط بازی کردن اگه حالا بازیتون جوری باشه که از اسپیکر دسته استفاده کنی واقعا احساس بدی بهتون میده. مثلا یه مثال واسهتون بزنم، توی مارول اسپایدرمن وقتی خب تار میزنیم بعد صدای تار رو طبیعتا از دسته بشنویم. حالا واسه اونایی که از هدست استفاده میکنن نه، ولی خب این دسته انقدر ضعیفی که اصلا شاید به زور بتونی بشنوی وسط اون همه شلوغی بازی و این داستانا. یعنی اگه اسپیکر واسهتون مهمه خب باید برین اصلش رو بگیرین اگه واقعا میخواین که اسپیکر خوب داشته باشین، ولی خب در حد کپی خب کارش انجام میده، یعنی به درد میخوره. خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودین، خیلی لطف داشتین. مطمئنم که دیگه حتما تا الان زنگوله نوتیفیکیشن رو زدین، منو فالو کردین و دکمه لایک هم حتما زدین. ولی اگه بازم دوست داشتین که از این ویدیو داشته باشیم یا اصلا در مورد هر ویدیوی بازی نمیدونم آنباکسینگ یا خیلی از چیزا دیگه داشته باشین، فقط توی کامنت ها میتونین بهم بگیم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من بودین.